باید تذکر داد که بنیاد انشاءات‌های کار و خدمت‌رسانی تاریخی حشر یعنی مبلغ گذاری اهالی و صاحبکاران محلی طی سالهای آخر به حکم عنعنه نیک درآمده مردم جانبداری خود را از سیاست بنیادکارانه و سازنده پیشوای ملت محترم امام علی رحمان عملاً ثابت نموده ایستادند. طبق دستور سپارش و هدایت‌های سرور دولت آید به وسعت کارهای آبادانی و سازندگی و در این ردیف مساعدت بر رشد نموی کشور اهالی دهات نیز در این سمت سهمگذاری می‌نمایند. تعمیر و از نوسازی و منفرش‌کنی راه‌های اهمیت محلی داشته و کوچه و پس کوچه‌های حدود محله‌ها از دایره عمل‌های محسوب می‌یابد که صاحبکاران وطنی، شخصان سخاوت‌پیشه و پیران نورانی، نفرانی که مبلغی برای سفر حج جمع نموده خود را به چنین کار خیر صرف نموده ایستادند باعث دستگیری و افتخار است. طبق اطلاعی به ما رسیدن در شهر و دهات سرافشان نیز چنین کارها با مرام ادامه دارد و تا تجلیل 35 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان کارهای منفرش‌کنی و از نوسازی راه‌های نقلیاتگرد و حدود دهه‌ها جریان خواهد گرفت. باید تذکر داد که با دستگیری صاحبکاران و ساکنان دهه در حدود دهه منفرش نمودن راه‌های ساختمان مرکز و خانه‌های سلامتی، ساختمان کودکستان‌ها، میدانچه‌های خرد ورزشی به نقشه گرفته شده تا امروز اکثریت آنها مورد بهره برداری قرار گرفتند. اهالی جماعت دهات گلیسار سیاست پیشگرفته اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای معظم ملت را دستگیری نموده بهره آباد و زیبا نگاه داشتن حدود جماعت کارهای نظارت را به سامان رسانده ایستادند و من بعد نیز کارهای سازندگی و آبادکارانی را ادامه می‌دهند. سال جاری در حدود شهر و دهات سرافشان تعمیر و منفرش‌کنی 124 کیلومتر راه‌ها به نقشه گرفته شده. از حساب بودجه محلی، تشکیلات و کارخانه‌ها، صاحبکاران و اهالی این سمت کار ادامه دارد. سرافشان از منطقه‌های اگروصنعتی است که صاحبکاران وطن دوست و شخصان سخاوت پیشه زیاد است و در مجموع مردم این شهر و دهات باستانی برای آبادی کشور سهم ارزنده می‌گذارند.